диққат! ҳамаи ҳуқуқ маҳфуз аст. нусхабардории пурра ё қисман аз мавод ки аз ҷунуби истеҳсолот равона карда шудааст манъ аст. S Production тақдим мекунад. бале ту қумри бинти юсуфи тракторист розӣ ҳастӣ ки ҷамол ибни ҳусниро ба шавҳарӣ қабул кунӣ? 100% розиюм. бале бале ту ҷавони зебо писари ҳусни ҷамоли лаънатӣ қумри бинти трактористро ба занӣ қабул мекунӣ ё не? микрофонате бите گردن ای جمال قبولش میکنی یا نمیکنی؟ نه ها بچه تا هفت کنم چی کار بکنی؟ ҷамол ҷони ма биё як мачакт кунам. دختر چی مچکش داری؟ قبولت نکرد؟ накард мара қабулу накард. قبولت نکرد. تو خودت کیه که با قیسنگیلی مرا قبول نمیکنه؟ یا بیا اون نحا کی تو رو برای بوده کی دینگی؟ یا بیا کنی؟ چیکاری داری؟ خدرت ما اولی به بدبختی مطرب خبر بایی زدگی جمال بس کن جای نکنید بچه ها خلاص کنید راست جمال جرد برش رو نگو داخلی کرو بگی دستای گردن ما حسنی خدا تو با دستی ای مردمی که باش برو گردشه برو خودریشی محاله هستم اکنون بس است همه به خانه هایشان رود. زود باشید روید زود زود زود. ای خدا جان این چی روزی سیاه بود که به سری ما آمده؟ زود روید میگویم زودتر دف شوید. خالای سلطان تپانچه تپارتو با یگان بالا صادر نکنی. بسیار گپ نزن حسنی، تو در اینجا میمونی. اول یوسف با آیلش میرود. زود روید میگویم. ای برادر بس است شرامه رو کشیده ایستاده یا رفتم نیازه من اون دختر شهری رو دیدم میگویم او در اون جز برمیگردم. ای کمپیر تو رو میپراند نمیفهمی آخر تو رو میکشن بعد دیگر آن دختری شهری رو دیدن نمیتوانی. رفتیم جمال دم نگی نکن. رفتیم نه ما با یگان جا نمیرم. ای توی ما است. داماد از اینجا رفت. او راست میگوید. حالا که شرمنده نشده ایم بیاید به خونه میرویم. رفتیم یگان جا نمیریم. جمال میآید جوابی کارای کردگیش میته. پروانه که یوسف حالی به اسم خودم قبری و حیوانه میکنم. خیر میلشی خیر که باشه ما میریم. نیکی بچه ده بگو کارای کردگی بچه تای پتی که بینیش میبرولم. ما حاضر گفتم کو من خودم حسابشا میرم. تمام گپ کشال نتین. شما توی مرا ویران کرده. خالای سلطان ما هم رفتیم. با تو گفتم نرو. در اینجا انتظار شو. من اول اونها روند وگرنه در راه باز جنگ میشود. چی نگاه داری؟ چی؟ هیچی نگاه ندارم. پدر آروم شوید. من شوهر دارم. در خانه مرا انتظار است. روید از اینجا. روید. خالای سلطان یگان کسی نپریده بالا. روید. салом алайкум духтари хола. ба фикрам ту аз ин ҷойҳо нестӣ. чӣ кор мекунӣ?
کیرو میکوبی؟ جنابی نیازی رو میکوبم. کدام نیازی رو؟ او در اینجا رئیس بود است. جنابی مختار نیازی. رئیس رو میگویی؟ در محله ما چند تا نیازی هست. او رو چیکار میکنی؟ من از شهر آمدم. نامم فاطمه گل. او به من در مکتوب نوشته شده است که باید به اینجا آیم. برای این آمدم. آنا همون تو هستی؟ بیو این چی است؟ تورتنه کس اهمیت نده. بیو روگر اکنون در اینجا بنشین. بیو مرحمت چینید از افتش ترسیده اید. برایتان آب میارم. بله کمتر. از تورتنک میترسید؟ حاضر نیازی رو گرفته به اینجا میارم. حاضر میایم. حال شما بسید. حال ما با شما نشان میدهیم. گوش کنید مرا. یگان تاتونه نمیبخشم. رود سیای از نی بینیامین توی مرا تو ویران کردی. من چیکار کردم؟ برای چی جمال زدی؟ دختر تو ندیدی اون مرا چیکار زد؟ میرم از جمال اقارت نکن. افتخ تبین. ای دختر تو چی گفتی استایی؟ داماد قبولت نکرد کور بدی یا کرد؟ یک بار او را نپرسیدید که چه با قبولم نکرد؟ ممکن سراسیمه شد. بینیامین در او را زد. قمری تو دیوانه ای؟ جمال تو را شرمنده کرد باز هم پشتی او را میگیری. در او خانه فتحت را برات بیزار کردی. حالی شما بسید. نوری با او ما دیگه خیلی گرد میزنم. حرفای من نیاید. گوش شوید. کمک میکنم. ای نیازی باور میکنی وای دختر آمده است. هم در عرفه توی این اشاره است. این را بین بازم اشاره میگوید. چه خیلی اشاره. آن دختر به سر تو بلا آورد. این خیلی گپ نزن. شما در اینجا نبیره خلای سلطان آمده است. نبیرش؟ او کی است؟ همان دختری که جمال در تویش او را دیده از گپ زدن. خیر تو برای او مکتوب نوشته بودی که جمال برد. بعد نبیره خلای سلطان است. از شهر به اینجا آمده است. ای خدا جانت را نگیرد. این همان بوده است. با تو گفته بودم که این اشاره است. ای جمال تو با کجا میروی؟ چه خیلی با کجا نزدی دختر؟ این ناممکن است. ممکن است من میروم. به این همان دختر ترسیده است. ایستا میگم مرو. جمال چی کار کردی؟ رزیل چی کار کردی؟ چی کار کردم پدر؟ با قمری خاندار شدن نمیخواهم گفته بودم. همچون یک انسان آزاد نگفتم. انسان آزاد؟ همین خیلی میکنم که شومی آزادی میشوی. تو در ده جنگ جنجال برپا کردنی. ای پدر شما برای 50 گاوی فرما شده همه همین کار رو کردید. بدبخت این سرما ویرانه که حاضر دمجه کلتا بکنم. حسنی من خودم با او گپ میزنم. جمال زود تو به خانه در هلال تو برای پدرت آب بیار به خود آید. من با جمال خودم گپ میزنم. گم شو. اگه دستت هم گم شو. آنها که سری من ویران شد. بس است دیگر تیلا نکنید. پسرم چیکار کرده ایستاده‌ای؟ هم گناهگاری هم با پدرت گپ میگردونی؟ اوچا بس کنید این گپ رو. به این هم پدرم همه گپ رو گفتند. میگوید البته. بعد این قدر کارت کم گفته است. اوف اوچا با شما سر خاموش شو. به درون درو. باز با بیرون نبرایی. پدرت تو رو نبیند. مرا دیوانه نکنید. خالای سلطان کجا شد؟ سلاحش در دستش میده به سوی خانه اش رفت. به فکرم خالای سلطان را با نبیره شناس کردی؟ نه او را اینجا آوردم. از چشمانش معلوم است که دختر ترسیده است. آفرین صدیق آفرین. سلام علیکم. رئیس محله‌مان جناب نیازی. خوش آمدید. انا این کس دخترک شهری. خوش باشید میگفتم اما خوش ناآمدم. در ما این خیل کارها اصلا نمیشود. عادی کرده گویم شما ناوقت آمدید. امیدوارم. ناامید نشوید. میلش شاید خسته شدید. راهی دراز را طی کردید. بیاید شما را نزد بیبیتان برم. گوش کنید شما بیبی میگویید اما من تا حال باوری ندارم. یعنی همه‌اش رو فهمیدن میخوام. خوب میکنید. اگر ما را پرسید انیقش میگویم. چون که شکلتان یک خیل است. بسیار مانندید. همین خیل نصدیق؟ گنده مانندن.
марҳамат гузаред, ман инҳоро инҷо мегузорам. ин қадар либоси бисёр доштед. марҳамат, гузаред. холаи султон, инҷо биёед. چی شد؟ همین بیبی؟ ها بیبی شما خاله سلطان. توف بر تو مردک جان، باز دوست داشته‌ات را آوردی. آخر چه خیلی دوست داشته خاله سلطان؟ این نبیره‌تان است. نبیرم؟ هوا؟ دخترم زیبای من، اینجا بیا اینجا دخترم، بیا آغوشم. راو شرم نکن. بیا دخترم، بیا نترس. عزیزم زیبایکی بیبی، اینقدر خراب بوده ای؟ بشین دخترم در این کرسی چی؟ مرحمت. تو مگر یگان چیز نمیخوری جانی بیبی؟ من با تو یگان چیز میارم بخور. اینقدر تو خراب بوده ای، حاضر برای تو یگان چیز میارم بخور. او به سوی آدمان آتش کشید. در میدان چی کارهایی که نکرد؟ این زن بیمار است. نه جانم، بیبیت بیمار نیست. بس خاطرش گم شده باز پیدا می شود. اما در میدان کاری خوب کرد. اگر در دهه توی را رد کنن این یگان جایی وایمش نیست، نرمال است. یعنی اگر بینیم خالای سلطان بسیار کاری خوب کردن. خدا نگاه دارد اگر اون نمی بود در آنجا کشتار سر زدنش ممکن بود. کشتار؟ ای خدایا، من کشتار گفتم؟ یعنی جانم در آمدی گپ گفتم. در جای ما تنها به یکدیگر داد میزنن، عصبی یکدیگر رو خراب میکنند و خلاص. مردک جان به من یاردم نمیکنی مگر؟ من میگیرم. شما گذشته چینید؟ در اینجا گذار. به خدا که گرسنه نیستم رحم. میگیر زیبا یکم، دهانت رو کشا، تو بسیار خراب بوده ای. به خدا که گرسنه نیستم، لطفا نمیخورم. لطفا کشا بگز بسیارتر بگز دخترم، دهانت رو کشا گفتم کشا. خب همینطور تمام باشست. اشتهای تامیجی تو هم بخور مردک جان. علف قطیه با کبودی چه خیلی که دوست میداری. خیلی بالازد بوده است. ای صدیق، چیکار کردی جمال؟ نیازی کجا گم شد؟ آن دختر رو با خانه خالای سلطان برد. فهمم. ای جمال، نرو اون طرف که تو رو میکشند. بگذار کشند، اگر نکشند آدم نیستند. اگر یگان خواهش، آرزو یا اینکه یگان چیز خواستید بملال مرا پرسیدن میتوانید. تشکر، همینش بس است. خوش آمدید. جمال این چی کاری بود که کردی؟ نیه گفته دختر رو شرمنده کردی؟ چی کار کنم خالای سلطان؟ مجبورا زندگی کردن نمی شود. مجبورا نمی شود؟ نه به خدا نمی شود. پیش از تو یاد فکر میکردی نمی شد؟ خالای سلطان، بعضا این خیلی حادثه ها می شوند. در تمام حیاتم این باری اول است که من به خواست دلم کار کردم. باور کنید. دلت به تو چیزی گفت؟ به خدا که گفته. دلت چی گفت؟ گفت که صاحبم تو قمری رو نه بلکه دیگری رو دوست می‌داری. گویا که او به تو همین خیل گفت. به خدا که چونین گفته. قمری رو دوست نمی‌داری؟ نه نمی‌دارم. پس کی رو دوست می‌داری؟ خاله سلطان. آخر در پیش مهمان این رو گفته می‌شود. تو چرا میخندی؟ هیچ، میخندم. باز خندیدن میخواهم میگویدی. حیات دختر رو سوزاندی میدانی؟ دختری را که با تو خانه دار میشد همین خیل گرفتی و پرتفتی. من اینجا دیگر ایستادن نمیخواهم. همه جا خیانت است. با تو چی شده؟ چرا میخندی تو؟ میفورم میخندم. با خدا آدمگریت کم است نیازی. کنی بگو جمال، تو کی رو دوست میداری؟ ای خاله سلطان، نپرسید، یگان کس رو دوست نمیدارم. از دهه خودمون است. نه نیست، اما خدا نشود. میشود. خیر، شما وقتی مرا نگیرید. جمال، مادام که به تو دیگر کس پسند است، این رو من حل میکنم. این رو به من گذار. ویلش
نیازی یوسف رو پگاه با اینجا بیار. تو هم با پدرت گوی که با اینجا آید. مالش اول اونها را آشتی میکنیم. مهم این است. اکنون روید. خاله سلطان شبای خوش. ای برادر، ای دختر چی گفت؟ دیوانم اگر نفهمیدی در چشمان او تو حیوانی هستی که در وقت توی عروست رو پرتافتی. کاش که او میدونست که من این کار رو برای او کردم، اون زمان فکرش دیگر میشد. باید این رو میگفتی. با جای دیگر که از گفتنت تو رو دوست میدارم میگفتی. من گفتن نتوانستم، مگر اظهار محبت کردن آسان است نیازی. ای جمال، با تو چیزی شده است. تو تماما دیگر شده ای. شده است، با من چیز شده است. این کار نمیکنم. چند بار شد عاشق شده هم میگویم. تو فکر کن با شهر کلان رفته عاشق میشوی، بعد میفهمی که دوست داشتت نبره خاله سلطان بوده است. آنا با تو اشاره. با خدا راست گفتی جمال. ماشاءالله حکمت خدا رو بینم. جمال رفتیم آن حکمت رو یافته میپرسیم میبینیم که چی میگه. مرا با این همراه نکن، من با این خیلی چیزها باور ندارم. چرا؟ وای آدم کمی عجیب است. چی میگوید من نمیفهمم. مرا با او آمیخته نکن نیازی. رفتیم با تو تنها او کمک میکند. تو باور نداری لیکن همه گفته های او راست میبرد. رفتیم راهگر بیا اینقدر ناز نکن. رفتیم. ما یک کلپه دیگر میگذارم تا که شب خنک نخورید دخترم. شب اینجا خنک است. سلامت باشید. کمتر بشین. فاطمه گل حیران شدی ها؟ راستی کمی. وقتی اینجا آمدی ترسیدی؟ وای نام حجتی من گل است. فاطمه گل نیست. نه فاطمه گل است. در گل چی دیدی؟ گوش کن. عائله دختر با عائله پسر بسیار نزدیک هستند. عائله دختر زمین های مرا طلب داشتند. طرف پسر باشد از من چارواها را صاحب می شوند. داماد بود که داماد او را جمال حیوان می نامند. لقبش به او زیبنده است. نه دخترم نه جمال بسیار پسر خوب است. بسیار خوب است. او در ده همان از همه جوان خوب و زیبا است. به انسانی خوب بودنش باورم نمی آید. با من باور کن این راست است. خیر تو یگان تا داری؟ یگان دوست داشته ها؟ داری؟ با یگان کس نمیگویم. داری؟ یعنی با من گوی داری ها؟ داشتم داشتی؟ اما حالا تمام دیگر نیست. تو رو رنجوند؟ دخترم نبیره ها کشیری جانم. من هم پیش از تویم این حالت را سر گذرانیدم. چرا ما رو در اینجا شینوندید؟ او چی کار میکند؟ فکر دارد. چی را فکر میکند؟ ما با او تنها سوال دادیم. جمال جناوش فریاد کردیست. کمتر صبر کن و خیر. این مردها همه‌شون یک خیلند. رحمتی بابایت هم با من چنین رفتار کرد. من چه خیل غم میخوردم. حالا من با مختارم. من و نیازی جفتی مناسبیم. بسیار خوشبختیم. او به من وفادار است. اگر او ناگهان یگان کاری خطا کند من او را میکشم. آی لطفاً این رو بگیرید. به خدا که من بسیار میترسم. نه دخترم نترس. تو از این نباید که بترسی. جانم نترس. خیر میلش خواب خوش تا پگاه. نرس خواب رو.
چهل دهانی بوگی بوی ناس است اهمیت نده. بوی ناس نه چیسناک. با فکر من تقاطع دختر یک جا نمیشوی جورا. نمیشوید. هیچ نمیشود. یگو مایده. کمی هم نمیشود. در اصل کم ترک میشود و اما کم ترک. کم ترک چی؟ جورا جونی ما کی باشی همون دختر در نصیبت باشه از آن خودت میشه. چی گفتی؟ بله. اگر در نصیبت نباشه با درونی از آن تو نمیشه. نه خدا. خطا بلرزان. چی؟ بیده آخر چی دیدم؟ پول پول؟ بازر. او خوشبو چی گفت؟ گفت که همان دختر اگر در نصیبی تو باشد حتما از تو می شود. چی؟ اگر در نصیبت نباشد نمی شود. ای روید شمایی مجبور کردید که پولهایم را دیم. برای 400 مردی جمال. شبی خوش جمال. لیکن به بیبیم هیچ مانندی ندارد. تو نمیرسیدی. چی میخواهی؟ به تو چی لازم است؟ گل از صبح به تو زنگ میزنم جواب نمیدی. خواتیر شدم. جواب نمیدیم برایم خواتیر نشه. ترمون خوی تو که تا خطاگی کنه گل. با پامیری گفتم که من خیانت نکردم. اگر تاجیکی رو نفهمی. سفر من همش رو با چشم خودم دیدم. چرا دیدی؟ ها؟ چرا دیدی فاطمه گل؟ مثل کودک و گپ نزن فاطمه گل. ترموچ است. من پگاه به افریقا میروم. بدون تو رو از دست دادن نمیخواهم. تو بفهم فاطمه گل. در اصل تو به من ارزنده نیستی. برای همین به افریقا رفته ایستاده. به کجا میروی رفتن گیر. از آن هم دور طرف نبودن. تو در کجا هستی؟ ها؟ با اپات هستی؟ من میآیم با اپات هستی؟ نه. پس توت کنده. به تو چی؟ بسیار راهی دور رفتم فهمیدی؟ هم از تو هم از استانبول خیلی دور رفتم میفهمی؟ برای همین کجای میخواهی بیرم مرا فراموش کن. گل اوفه بسیار خوب رفتم. چی خیلی؟ 9:30 است؟ لعنتی کجا میروی؟ با آقیل. کجا؟ با آقیل. باقیل تا قطعی خالای سلطان گم نزنم در چشمم ننما. ای آقیل بیرون نمیبروی. مالش یگون چیز نمیخوری؟ نه و چه نمیخوام. زهر خوره. صبح بخیر. خیسی دخترم صبح بخیر. خالای سلطان به شما چی شده است؟ شکری خدا که تو هم خنده میکرده ای. خودم را برای تو زیبا کردم. آخر کسمتیک را تو برایم فرستادی. بله درست. بیا بشین. برایت خوراک آماده کردم. خنک نشده بخور. خالای سلطان از شما یک چیز را پرسیدن میخوام. پرس کنی. نامی بابایم چی بود؟
تو نام بابایت را نمیدونی؟ نه نمیدونم. یعنی با ما باید همیشه میگفتند. اگر تو بگویی؟ نه نمیگویم. چرا؟ من نام آن حیوان را کی شد که فراموش کردم و به یاد آوردن هم نمیخواهم. این را بیمار. من رفته برای تو چای میارم، تو خوردم بگیر. حاضر. این طرف باشن، من پیامک می نویسم. نترس دخترم، او با تو چیزی نمیکند. نمیگذد. خبادر نشو دختری زیبایم، هیچ چیز نمیکند. او سگی خوب است، سگی خوب. استید. چی کار کرده شما؟ پلاشیتم رو شکستید. ابو این رو بینید چی کار کردید؟ ها صبح خیر پدر. صبح خیر دخترم. نوری؟ ها قمری در کجای؟ او حالا هم خوب است. برای بخیزانش گپش دارم. مایلش پدر. تیز که؟ حاضر میخیزونم. قمری. این دختر کجا شد؟ تلفنش هم در همین جاست. قمری او در اینجا هم نیست. اوچه پدر چه گپ شد؟ قمری نیست. چل نیست؟ نیست. تمام خانه رو دیدم، در یگان جا نیست. او کجا گم شده است؟ یک بار زنگش بزن. پدر او تلفنش رو نگرفته است. تلفنش در حجره‌اش است. نه با فکرم او خودش رو دور کشیده است. دم تبگی ای با چخیلی گپای. خاموش، این چخیلی گپ است. پس او در کجا است؟ وای خودش رو یگان کار نکرده باشد. یکی خودش رو کشته باشد. ای باز کنین بوی ما نکنین. خیزین بریم کویمش. بریم بکویمش. کجا شده تیز کنین رفیق. ای حیوان سخت نشک رسکش میخزه اوزی دیگه چی بشو خیلی خیلی میشن ماشینا. یه برگم شه اول سریخته بشو بوکدسته. یزنه ای بینیامین لبای قمری را ندیدی؟ وقتی ندیدم چی گپ شد تینجیه؟ ای قمری به همین طرف نگذشت. چند قشی دامیجه ای؟ 1 ساعت و 10 minut شده نکی او را ندیدم. او بر وقت در گریخته است. اپا او دینش ها توی دوش سر پیش کی میگریزه میروه؟ او از خونه گریخته است، از خونه. تمام بس اینجا ایستادن بیفایده. همه تو تیچین. این بدبخت باید پیدا کنیم. تیز کنیم. زود باشه. رفتیم بینیامین کوبیم. حالی ماشینا بوشم داغ میزنم برای تو میام. من خواهرم گم شده است میگویم و ماشین میگوید. رفتیم. بس قرار بس میرم. رفتیم. بدبخت شروع بشو با نخراشیش. مایلی از نه. جمال ها قمری تو در اینجا چیکار میکنی؟ ترا انتظار بودم. مرا انتظاری؟ ها جمال سر شد. بس کنه دختر. چی شد چرا میگیری؟ تمام رو در اونجا شین. آرام شو. شین با من گوی کنی چی شد؟ انیسا تو با کجا رفته ایستاده ای؟ با تو چی؟ باز چی شد؟ چی میشود جلو؟ چی؟ اکا دپم رو دیدی چی کار کرد؟ اپای تو رو من قبول نکردم مگر تو چرا از من رنجیده ایستاده ای؟ برای چی اکاد نگفت؟ نمیدونم. دینه برای این کارش در خونه جنگ و جنجال بود. ابو ها اگر پدرم رو نمیقبیدم اکم میکشید. پدرت رو نمیقبیدی میموندی میزد. تو کجا رفته ایستاده ای؟ اپای قمری از خونه گریخته است. راست میگویی؟ ما او رو میکوبیم. پس من به تو یاری میدی هم انیسا؟ باغی زردالو رو دیدی؟ نه این خیلی باشد اول آنجا رو میبینیم. انیسا انیق در باغی زردالو رفتیم او رو میکوبیم. درست میگویی رفتیم. این رو بگیر. اکنون بینوش. با خود اومدی؟ اینش رو هم بینوش. آب هم تمام شد. اکنون خوب شدی؟ این رو با من ده. خب
جمال جان برای چی تو قبول نکردی مرا؟ قمری همین خیل در نصیبمون بوده است میفهمی؟ چی بنی گفتی؟ اگر من به تو بله میگفتم گویا تو رو فریب میکردم. جمال کجای ما تو در معقول نیست که نگفتی؟ نه در اصل اگر بله میگفتم فریب میبود. فکر کن چرا این طور گفتم؟ با خدا خفم کردی جمال. دل مگنده شکستی. قمری گوش کن، ما دیر باز یکدیگر رو میشناسیم، دوستی دیری هستیم. تو برایم ارزش داری، اما اویله هایمون ما رو برای مبلغ اندکی خانه‌دار کردنی بودند و اگر تو رو برای پول بزنی گیرم این خوب میشد. چبا؟ خدایم کمکم کنه. قمری بله بین ما مناسبتی هست اما عشق محبت نیست. تماما نیست. تماما در من نیست. جمال یا لوبیو تیبیا. قمری تمام کمتر داری لیکن این خیل نمیشود آخر. من به توی با محبت باوری دارم، به توی مجبوری نه. این کار تماما خطا است. ما آخر جوره های دیرینه ایم. جوره رو میگیرد مگر؟ در امریکا بچه قطعی بچه نیکو کرده ایستاده است. چه به نیکوی ما تو نمیشد است؟ قمری در حیات میشود که دختر پسر رو دوست میدارد، پسر دختر رو، اما به یکدیگر نمیرسند. خیر نکاح کردیم بچه، عشق نباشد زندگی هم شیرین نمیگذرد. راست گفتی به خدا. فهمیدی؟ کم ترک فهمیدم جمال. راست گفتی جمال. با تو چی شد قمری؟ چی قدر میجنبی؟ این چه حال است؟ ای جمال جان اجازت میتی که توالت برم؟ نه با تو چی گویم؟ رو به حاجت خونه که نبینم تو رو. زود باش. به عقل است به خدا. ایستا بیا کمی دم گیریم. ای به خدا مردم ای دویده را. چیکار کنیم جلال؟ باید او را کوبیم. انیسا از اون که فکری اپتا میکنی یک بار فکری خمول کنی نمیشوه. اکنون چیکار میکنیم انیسا؟ پدرامون دشمن شیده نکن. درست میگویی. چیکار میکنیم جلال؟ اگر این دشمنی دوام یابد ما اصلا با هم دیگر نمیرسیم. مگر این خیلی میشود؟ انیسا آخر بین من و تو عشق بزرگ است کو. من بحری کبود هستم و تو آسمان. در عشق ما مردم شدند حیران. اگر من و تو به هم نرسیم انیسا جان، در عالم عشق عاشقی شود ویران. زور گفتم ها؟ گفتنی هستی که من آسمان هستم و تو بحری کبود؟ تو بحری کبود منم آسمان و مثل باران بالای تو قطره قطره چکیدن میگیرم. شما چیکار کردید اینجا؟ ما اپا میکوبیم. اپا در دهن جلال آقی پدر میکوبیم. مایدین بسری تو قرار دارم. رفتیم اونجا یک به یک گپ بزنیم. شما دستک نزن. گرینی ها؟ گرینی گپ داری؟ دور شوید بس است. طرفی من وای من نکن. جلال تو به خونه رو، من با کم گپ میزنم. مالی جانم میکشمت. رو تو چی ها میگویی؟ من یگان کار نکردم. اگر این کارو کدگی تا پدر مگم عقد میکنه عقد پدر میشه. مرا گوش کن. اگر تو با پدرم بگویی وعده میدیم که من با پدر اکای جمال اکای حسنی در باره وخوریت با هلال میگویم، بعد میبینی. بس که نوشه تو چه خیلی آدمی بزی چیت رفتیم پیش بدرم. چیکار کردی؟ سبک شدی؟ جمال اوی بسیارم داده برای همین خدمت قپیده نتونستم. این چی حال و احوال است؟ بندی ازار من نمیبندی؟ قمریه بندی ایزورت رو بسته نمیتوانی با شوهر کردن میخواهی تو. اگر یکون کس بیند عرض میشود. ای پدرم اومد جمال بگی دسته؟ سلده ایجا چیکار کردی یا؟ پدر یکتت میزنم میمری. اما که یوسف چرا ما رو کشتن میخواهید؟ من چیکار کردم؟ ما رو خطا نفهمید. ایزاری دختر ما چی بکشیدی؟ چیکارش کردی؟ من با دخترتون چیکار میکردم باید؟ اگر یکون کار کردن میخواستم دیروز در نکاح بله گفته و با دل پر التماس اما که یوسف ما رو خطا نفهمید. بند ایزارش کنده بود. قمری ما همه تو را گفتیم تو در اینجا قبری پدرت میکوبی. پدر گفتم بیام جمال پرسم انی خرازی نیست. اما که یوسف از من پرسیدم و من باره هم با کسی دروغ نگفتم. جمال راست میگه قمری؟ پدر
من خودم اینجا اومدم گفتم جمال راضی کنم. راضی کردن دست سرت میزنم. اینجا بیا. کجا بگریزی؟ اینجا پدر دالت نه گریزی. اینجا بیا میگم. سودا زود تیار شو و نزد ساحل میرویم. ای اپا جان خودتون روید؟ نه خانم یک جایی میرویم. خیز از جایت چند ساعت در نزد نوتبوک هستی میدونی؟ زود کنی خیز. ای اپا تو بیرو من اینجا صورتی بحر رو یافته تماشا میکنم. بسیار خنده آور سودا. حیات تنها در نوتبوک نیست جانم. به این دنیا برگرد. چرا آمدی سفر؟ من میدونم شما مرا گناهکار میحسابید اما خطای کلان میکنید. گل در اینجاست باید با او گپ زنم. نه در اینجا نیست. نیهال گل مرا خیانتگار میحسابد اما من خیانت نکردم. این رو با او گفتنم لازم. گل در اینجا نیست. از برای تو شده اینجا رو ترک کرد. با کجا رفت؟ چارچمن رفت. با دهه گلدره. گلدره رفت؟ برای چی؟ چی خیلی برای چی؟ و از دستی تو گریخت. اکنون فهم که چقدر او رو رنجاندی. خیانت رو بخشیدن کار آسان نیست عزیزم. من به او خیانت نکردم. اگر من خیانت میکردم به اینجا می آمدم. مرا نمیدانی مگر؟ مایلش شین شیشته همش رو به من نقل کن. اکنون من باید که روم. لباسهایم رو باید جمع کنم. نیهال لطفاً گفته هایم را به گل رسان. مایلش من با او میگویم اما او رو راضی کردن میتوانم نمیدونم. او با تو چنان قهر دارد که حتی اینجا رو ترک کرد. یگانه خواهشم این است که او مرا چنین آدم نحسابد. خیر بله تو بزدید. در افریقا امکانیت میابم نمیدانم اما امکانیت شد به شما زنگ میزنم. در افریقا اینترنت اونقدر فراوان نیست. از اینترنت موبیل استفاده میبردن چون که وای فای در اونجا نبوده است. در اینجا نوشتند. رحمت تو بزدید. با تو برای کار سفر. خودت رو احتیاط کن. در آغاز زندگی نود بردباری تمنا دارم. تشکر زیاد. کار رو بین. با پام زنگ نمیزنی شاید برگرده. درست گفتی. الو اپا جان. چه خیل جانم؟ اونقدر خوب نیستم. چی شد؟ یگان چیز فهمیدن توانستی؟ نه این زن تو بس گفتن دیوانه بوده سپا. با اون زنی در صورت بوده تماما مونن نیست. نامی بابایم اون رو از اون نپرسیدی؟ از اون میپرسیدی یگان چیز رو نقل میکرد شاید. فکر میکنی من نپرسیدم؟ اما بابایم رو حیوان گفت و دیگر چیزی نگفت. یا خدای توبه تو باوری کامل داری؟ بله باوری دارم اپا. در اصل عقل آن کمپر در جایش نیست. او در دنیای خودش تنها با خودش زندگی میکند. این طور باشد در ماشینت سوار شده به اینجا برگرد. بله همین طور میکنه. بله خوبترش خودی حاضر به سفر برو. ها وای سفر اومده بود. او به من گفت که چی شده است. با تو خیانت نکرده است. فاطمه گل به فکرم او راست میگوید. اپا از برای خدا با او باور نکن. من با چشمانی خودم دیدم این رو. یا خدای توبه مگر من سفر رو نمیشناسم؟ او به من تا حال دروغ نگفته است. من اپا با او باور نکن. تو با او چیزی نگوی. من حاضر براه میبرایم. بگذار هیچ چیز رو نداند. نه نمیگویم. به این هم او برای رفتن به افریقا تیاری دیده ایستاده است. بگذار بجای میخواسته شود. مایلش گفتم به او چیزی نگوی. وقتی برایم زنگ میزنم. خوب تمام جانم. تو بزدید. خودت رو احتیاط کن. خیر. سلام. اوه مرحمت خوش آمدید. در اینجا کامپیوتر هست من استفاده کنم؟ بله البته میتوانید استفاده کنید. رحمت از من کمی پیشیک است. شینید.
خیر یکم شباتون چی خیل گذشت؟ شب یکم؟ ها همراه بیبیتون. این رو گپ نزنیم میلش. برای چی؟ من باید کارم رو زودتر کنم. در اصل من باید هرچی زودتر از اینجا روم. خواهش میکنم نروید. تقدیر من در دست شماست خانم گل. گوش کنید. اون مکتوبی که با من فرستادید به این حالتی که در اینجاست یگان موافقت نمیکند. یعنی بیبی من بودنی اون زن تماما احتمال ندارد. اما شما با یک دیگر مانندید. لطفا دراز نکشیم میلش. باید پیامک روان کنم. بار دیگر تشکر. نمی ارزد و شما در حقیقت از اینجا می روید؟ بله من رفت لباس هایم را جمع میکنم و هر چه زودتر می روم. شاید یک بار دیگر فکر بکنید. نه به خدا جای فکرش نیست. من اینجا 5 دقیقه دیگر ایستاده نمیتوانم. خیر روز بخیر. او رفتنی که بودی کجا آمدی؟ ای بلا زند. حتن اولاد اینجا بیا نگرید. شما نمیتوانید خدمت دختر فشار بدید. این دختری خدمت اینجا بیا میگم. اینجا بیا. چی بوی است؟ چی میشید؟ هم پری پروای دستی دختری به اخلاق. تپک. تموز بست گرم بلکا. خمری نگریز بگم اینجا بیا. چی کار کردم؟ اوی هی ترکان بست در پدر نالت بست. خالای سلطان خالای سلطان خالای سلطان مرا نجات بده. توبه 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 چی رخ داد؟ آرام شو. پدر مرا میکشد خالای سلطان. مرا در اگونجا پنهان کن. این چیز که تو داشته ای بندی ازارم کندای. جمال گفت که میرم میبندم. پدرم دید سرش ویران شده مرا سر کرد. این رو در کجا کندی؟ در آغیل جمال شون. تو در آغیل جمال چیکار میکردی؟ خالای سلطان جمال روزی کردنی رفته بودم. بعد توالت در آمدم. بندی ازارم کند. ایرا جمال نکندای. توبه توبه بین هم عقل من میرود. تو یک بار مرا دیوانه میکنی. بعد در اون درا من حاضر می آیم و تو همش رو به من نقل میکنی. گوش کن خالای سلطان. پدرم که اومد با نگو که من در درون خانه ایم. نه نمیگویم. خاطر نشم. به درون رفتیم. رحمت کلام خالای سلطان. رفتیم. السلام علیکم. سیدی خوابا بیار دست رو ما بشون. اما که یوسف لباسایت پوری لای شده است. خیلی لای در درونی پرغال دیدم. چی میخندین؟ تو ایزا نکشیده پیشی مردم ها برومده؟ برومدن ما باید تو میپرسیدم ها؟ اگر تو ناموز میداشتی کیم که ایخشاق برومده رفته بدی ها؟ تو رزیل من رو شرمنده کردی. آب روی دختر ما یک تیم کردی. ای یوسف ما چیکار کردیم ها؟ دختر تا نگرفتیم در تای بلا موندیم. شما توی و ایران کردین جوابی همشو بده. دختر من رو با این مگر با شما مزه بده؟ اول یوسف سر کرد من سر کردم خودم تمامش نکنم. تمام آرام شود ای مردکای کلان. گوش کنید خالای سلطان شما را نزد خود میخواند. با شما گپ زدن میخواد. برای چی نیوزی؟ نمیدونم. از آنه که در اینجا جنگ میکنید یک جای نشسته فکر میکردید. من با جای شما میشدم تا واخوردم با خالای سلطان جنگ کردن نمیخواستم. ای بس به خدا. ای مردم چی گپ شد؟ ای بالا بزنه حکمت دیوانه تو چی؟ طرف ما بالا آمده است. بالات بزنه که این بالات نمونده. خود یکم حدثه میشود. اوف ای سو پلانشیتم شکست حاضر اینش. بالا زنه چی کار کردم؟ ترکم نگفتم از یکم بالون بشه چی گشتی؟ ماشین باز زدم چی گشتی؟ فاطمه گل با پای چی شد؟ پایم شکست. صادق بنوید تو این خانه را به نزد خالای سلطان ببر. من جمال را گرفتم با اونجا میایم. چه خیلی جمال مرا به نزد دکتر برید. به نزد دکتر برای چی فاطمه گل؟
پایم شکست میگویم مرا به نزد دکتر برید. جمال دختری حیوان هم باشه آدما را تبابت میکنه. همون جمال تو تعریف نکنی نه دستش خاک نمیویه. چی گفتسته؟ من پیرمرد ازت شکست هیچی نمیگن پاشه او را شکست داد وای داره. دیگه خیلی انسان هستی پایم شکست میگویم. ماشین تا سنت مولد بنیامین. بگیریم برای نوشتم بنیامین برا باشی دماشی دماشی سوارش کنی. بخیزانش بیاره. بیا فاطمه گل برخیز. خوبه پاچش ببینیم روش سیانک نبود. زود باش در آب شاید. در این ماشین اوی که زود باش. تلش که بود رویه. سیدی خرام باشی. یک طرف بسته. یک کره میکنه در آخر روسم بیاره. گمش. بنیامین ای. فاطمه گل جمال را گرفته میاره. خانه خلای سلطان برنشه. حال جمالا میگم میای میبینه. سرجان تو خط که تو خط. بگی کلات ماشین بگذره. بنیامین احتیاط کن شا. های کن بنیامین. خدایا توبه. ها شما همتون در همین جا انتظار شوید. برا فامیلی باشه بگیرید خبر بگیرید. بالا شما را نزند. من حاضر نزد اون دختر میروم. نیازی این دختر کیه؟ نبیره خلای سلطان. نبیره خلای سلطان. را تلنکه. تو کی را تلنکه؟ آرام شوید از برای خدا. گوش کنید اکای عثمان. نگاه کن که آنها جنگ نکنند. با تو باور میکنم. خیر تو دیدم. یک شب ویران کرده است. بگیریم برش که بکشیم. جمال آرام. ها در این جایم چی شد؟ زود باش بیا رفتیم. با کجا می رویم؟ وقتت آمد کرد برادر. امروز روزی تو بوده است. چی شد؟ خوشبختانه دخترها ماشین زد. کدام دختر؟ دختری شهری؟ ها راننده کی بود؟ تارکان اون ماشین بنیامین رو دزدیده عروست رو زیر کرد. نیازی تو چه خیل آدمی گویا که خبری خوش آورده باشه. با اون چیز شد؟ نه دوستم پایش کمی دریافت. رفتیم رو ببین. ما در فیلم ها میدیدیم که دخترها با دخترهایشون عاشق میشدن. شاید با تو هم آمد کند. اوف بس کن نیازی مرا مسخره کرده ایستاده ای تو ها؟ بچه زودتر باش. او به این هم گفت که با من اینجا پسند نآمد. شاید فکر و عقیده‌اش رو عوض کرده. نه با کجا رفتنی بوده است؟ او را سر نمیدی هم. خیر رفتیم. من لباسایم عوض کنم که بوی تپک کرده ایستادم. مایل جمال زود باش من تو رو انتظار میشم. ای بنیامین تو یک کودک رو نصیحت کرده نتوانستی. این خلا پایین چیه؟ برای بر ماشین مرا ببین ماشین مرا شکسته. توبه یه عینه بیره شما مرا یگون فایده نیست. با پوچه زد ماشین ما شکست. بیا بریم سازش کنیم. انا آمدم. از نزد او دور شوید. خاله سلطان با من روغن زیتون بیارید. حاضر میارم. کمی طاقت کن. آیسته پایم سخت درد دارد. تمام پروا نکن. اینجا درد میکند؟ نه انا این طرفش. اینجا. پایم. آیسته تر پسرم. روغن زیتون رو چیکار میکنی؟ خوبی خالای سلطان با من دید. از برای خدا مرا به نزد دکتر بریدن. دکتر میگویده فاطمه گل شما با این باور ندارید و اما ما این رو از باباهایمون یاد گرفته ایم. همین خیلی نه خالای سلطان. اویسته پسرم. شما هیچ خواطر نشوید. انا حاضر. روغن زیتون رو با پایتون مالیده تا 3 می صبحم. 3 که گفتم پایکتون رو اینطور میکشم. مایلاش یگون جویش نشکست است. تنها کمی پایتون لط خورده است. ملایم پاچکاتون اینقدر تازه. نه با فکرم فوریده. تیار هستی؟ تیار باشی خوب. یک آرام شو دخترم. گذشت دخترم. تمام گذشت همش. عزیزکم خوب میشم. حاضر خوب میشم. که یک بار چلیکوت جنبان کنی بینم. آها می جنباد. با خدا که خوب شد. زودتر شفایی بده. سلام علیکم. نمیارزد. من باز حاضر در پایت روغن زیتون میمولم. انا بعد تو با باغ رفته چه خدری که خواهی میپری باغ کلان که پریدن گیر. انشالله میپری باور کن. نیازی تو رفته حسنی و یوسف رو دعوت کن. تمام حاضر میرم. خدا شفا دید. تشکر. مایلش نبیره خلا خدا شفا دید. چای گرم در کار شد گپ زن. مایلش صدیق تو رو خاله سلطان من دستانم رو بشو شویم کی دردش گذشت دخترم. جمال ای تو در اینجا چیکار داری؟
ба куҷои наравам ту меоӣ? ӯ духтар кияй? Кадом духтар? ӯ намо духтар почаша массаж дошти ку? Чӣ хел массаж кардам? ҳамчун одам ёрӣ додам. Ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? ҳичи. ай падарам гирехтам. ҳамиҷа дуромадам. Хуб. Пас аз ин ҷо набаро. Боз падарат моро набинад, боз сар мекунад ҷангашро. Рав. духтарам, гулам, биё даро. ягон либоси тоза пӯшонам ба ту. ту чӣ кор мекунӣ инҷо? ай падарам ба ҷо шидам дар иҷа. қумри духтарам, ман инро ҳал мекунам. ту хавотир нашав. бишӣ. агар заҳмат нашавад аз ҷуздони ман курта ва шорти маро дода метавонӣ? майлаш. бигир духтарам, зуд бош. набира ҷоно, дард дорад. ҳамёра, номи ту чиай? Гул. Фотима Гул. Гулай номиш ё ки Фотима Гул? Фотима Гул. оҳиста духтарам. духтари зебоям, оҳиста бош. кам бипар. оҳиста духтарам. ана мехел. хуб ҳастӣ? хубам. боз хубтар мешавӣ. ана доруят ҳам қариб тамом шуд. ӯ чӣ тайёр дорад? дору тайёр мекунад. фоидаат мекунад. ана ин чӣ бӯй аст? бӯй пиёз. медонӣ чист? пиёз? вай. боз равғани зайтун каме ба пиёз омехта кардам. ана ҳар рӯз биёяму бо ҳамин равғани зайтун каме почаатона массаж кунам, нағз меша. бимол писар. ин қадар бисёр бӯи бад мекунад? бӯяш бад аст, аммо мо чунин мекунем. фоида дорад. ӯро мебандем ва бӯяш ба берун намебарояд. ана чӣ қадар бо ин мегардам? то саҳар бояд истад. то саҳар духтар. то пагоҳ. тез бидро гумша сари шафаман либосат бу мекунае. тела накр. амаки юсуф. бу мекунӣ гуфта. бас кунед, хомӯш шавед. ай бас. холаи султон, мо омадем. ту чӣ кор мекунӣ? чӣ кор мекардӣ? ҳеҷ чиз не. ҷамол, ту ба дарун даро. майлаш. биё зуд бош. ту ҷамол, гӯш кунед, ҳайвонҳо. эй, чаро ҷанҷол доред? чӣ кор кунем холаи султон, худат ҳамаша ба чишмот дидӣ. холаи султон, қатиш қуда нашидам, аламш кардай. ҳамаашро фаҳмидам. фаҳмош шуд. чиро фаҳмидӣ? шумо бекор мондаед. гӯш кунед, агар душманиятонро давом додан гиред ва гапи маро нагиред, на ба ту заминҳоро медиҳам, на ба ту чорваҳоро. холаи султон, хеле нагин. ман гапамро тамом накардам. яъне ман ба шумо мушкилӣ кардам. ба ман афсона нагӯед. ту инро барои он мекунӣ ки заминҳоятро зиёд кунӣ. ту бошӣ мехоҳӣ ки гову молат зиёд шавад. холаи султони хеле не. шумо маро кӯдак гумон кардед. хомӯш бошед. والله بالله бори дигар мегӯям, агар оштӣ накунед ба шумо хоки сиёҳ медиҳам. фаҳмидед? шавҳарам ниёзӣ шоҳид. бале, ман шоҳидам. набираи зебоям ҳам шоҳид аст. набиратаями? ҳамин набиратай? набират? холаи султон хато фаҳмид. мо қати юсуф қарӣ нестем. байни мо ягон нофаҳмӣ нест холаи султон. ягон нофаҳмӣ нест. маро фаҳмидед? фаҳмидем, саат фоиз фаҳмидем. қумрие, ҷамол, инҷо биёед. ланаҷӣ, ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? хомӯш! ман ба шумо чӣ гуфтам? я пирхар, ту маро фаҳмидӣ? қумрӣ, агар ӯ туро ҷанг кунад, назди ман ой.
تو боши ҷамолро ба ҳолаш гузор. Майлиш. дасти падаронатонро бусед. зуд. оста ҷамол. шумо дастони якдигарро гиред. Пушти шавед. ман ба кӣ гуфтам? зуд бошед. оғуш гиред. خلای سلطان با شما چی گفت؟ چی میگفت موجی گل؟ این دوفر سختی بادش گرفته. بعد چی میشه من؟ وای دختر اکنون در اینجا میموند؟ نه خدا نمیدونم. کارها بزه ستار بریزی. من نوگه ها ریختم. باز نبیرش نمیرسید همینجا. همین وقتی بود که نبیرش پیدا شود. با او حسنی بیاخل خاله سلطانه در اینجا خوش کدیده. اگر ما حاضر قمری و جمال خاندار نکنیم همه کار جزیر بشود. ابو خدا بگیرد به همین کارات. گوش کنی مرا. ما در پیش خاله سلطان قطع یوسف دروغانچیکی آشتی کردیم. من یوسف هم میدانم او با آسانی تسلیم نمیشه. احتیاط کنه او فهمیدین؟ مالش پدر. این تو کایده بام میکند؟ من فکر نمیکنم که اونها یگون کار کنند. جان گفتم میکنه. جان گفته. گوش کن. این کار تو جزیر کردی تو خودت حلش میکنی. گوش کن اگر مرا حرمت کنی دیگه قطع قمری گاب نمیزنی. فهمیدی؟ به این هم با او کار ندارم. ها آفرین. مرا گوش کن. تو ای پسی نبیره خاله سلطان گشتن گیر. مرا فهمیدی؟ کاری کرده دلشه یاو. پدر جان شما مرا همچون تجهیزات پول جلب کنی میبینید یا اینکه مثل کارت کردیتی میبینید؟ بس کنید این موضوع رو دیگر نکشید. ما آینده آیلمون فکر میکنم. فهمیدی؟ تو باید نبیره خاله سلطان بگیری. قمری را چا میکنی؟ اگر نبیره او را بگیری همه زمین های خودمون میشوه. اینطور نگو. قمری دختری خوب است. هم با معنی است هم با عقل است. چیزی که با اون نگوی مایلش میگوید. وای دختر باشد از شهر آمده است. جایهای ما با او پسند میآید نمیآید؟ میآید 100% معقولش میشوه. کجا خستی جمال؟ سیر کردم کمی راه گردم. طرف نبیره خاله سلطان راه بگرد. کاسرت زنک. سرما درد گرفتی؟ دندان موزی میکفد ای درده. دارو را بتیمده گیرید. خواهرم نام اون دختر چی است؟ گل است یا که فاطمه گل؟ با خدا نمیدانم گفت که فاطمه گلم. میدانی چی؟ لباساش هم میپوشه همه جاش میتوه. ای پاچه هاشم کو اما خیر سفید تازه انکی. ای این تو نگویا پا؟ با خدای پاچه های ما را بین بیتابی هستن که سیب سیاه پری پشمه. جمالم پاچه های او را دید هوشش رفت. ایمان تو هم بس کن. پای های وای دختر رو گذار و با من بگوی که جمال با تو چی گفت؟ او گفت که من دوست داشته خانه دار میشوم. مجبوری توی نمیکنم گفت. ها؟ باز چی گفت؟ اگر ترا ها میگفتم مناش همی بود که ترا فریب میکردم. همین خیل گفت؟ به نام خدا. قمری این طور باشد او با تو همش رو فهموند. راست میگوی اپا؟ ها البته آخر معنایش همین است. او با تو همین خیل فهموندن میخواست یا که نی خواهرم؟ قمری تو با او معقول هستی. اگر معقول نمی بودی 2 ساعت با تو نمیفهموند. اگر در بینتون عشق می بود همه چی شدن میتوانست. راست گفتی. با خدا راست گفتی. ما گفتمش که جمال یا لوبلیوتی بیا. او گفت که یا لوبلیوتی بیا. ایو را میفاره که بایمون عشق و عشقی باشد. از روزگی با خدا همین خیل گفته. ای من نفهمیدم.
این طور باشد تو باید همه وقت در بر جمال باشی تا که او به تو عاشق شود. باوری داری؟ البته مردها اون زنهایی رو دوست می‌دارند که همیشه در برشون باشند. برای همین به تو همین لازم است. ای راست، به خدا اپا راست میگی. اپا شما فکر میکنید که میشود؟ البته میشود خواهرم، میشود خواهرم. اکنون خیز خواهرم، تیاریت رو بین، تیاری به جنگ. چی است؟ چی شد دخترم؟ این چی است؟ مرا ترسوندی؟ این چی است منه این؟ ها این اونها رو نشناختی دخترم؟ اونها پایه های این می باشن. ای نبیرم در 40 سال به نزد بیبیش مهمونی آمده است. برایت مرغ کشتم. کمی پس شوهرم می آید. بعد با لذت این رو یک جای می خوریم. اگر گرسنه باشه خوردن گیر. مرا گوش کن، این مرغی خانگی اکرشکه نیست. کنی دهانت را بشو. نه نمیخورم. چرا؟ نه نمیخواهم، گفتم کو این مرغ رو از پشت من شده کشته. این چی منو دارد؟ نمیخورم، لطفا مجبور نکنید. شامتان بخیر باشد. با تو هم پسرم. جمال گوش کن، نبیرم میگوید که این مرغ رو نمیخورم. لطفا مجبور نکنید، نمیخوام. خاله سلطان نمیخورم میگوید او را مجبور نکنید. چه خیل شما خانم نبیره؟ پاچه‌تون چه خیل است؟ شما رو تفتیش کنم گفتم. هیچ خوب نیستم، پاچم سخت درد دارد. درد کند خوب است. درد کند ساز می شود. چی معنا دارد یعنی؟ معنیش این است که داروی تیار کردم کمک کرده است. یعنی با یاری داروی من گردش خون خوب شده، پایتون ساز می شود. دخترم اگر این را خوری بهتر می شود. نه آخر نمیخواهم، گفتم ندهید لطفاً. خالای سلطان او گفت که خورده نمیخواهم و باز از آمدگیش تا حال به سیر و گشت نرفته است. کمی نفس کشد. من او را گرفته به سیر و گشت روا میگویم. یعنی یاری میکنم، یعنی به سیر و گشت رفته جایهای زیبا رو نشان دهم، هوای تازه گیرد. نه این خیلی نمیشود. میشود کمی سیر و گشت کردن میخواست. دخترم آخر پایت درد میکند. خیزت خالای سلطان پروا نکنید، اگر درد کند من در برش هستم که. ایست جمال ایست تو یکدم. انا این رو گیر، یگون چیز میخری. مانید من از این دارم. او گروسنه است، یگون چیز بخر، او رو مجبور بخورم. این طور که باشد مایلش میگیرم پولتون رو تبرکی. بازوی رو گروسنه نگذاری. خیریت خلاص شده می خوبی میکند، اما تماما دیوان از کمپیر. او آخران وقتا چنین شده است. پیش او تماما دیگر بود. اگر در اصل گیریم خاله سلطان با عقل ترین زنی ده است. منم این رو فهمیدم. یعنی بعضا عقلش بسیار هم خوب کار میکند، اما آخر او قریب آدمان رو میپران، مرغ رو کش. آدمانی با آبروی ما سلاح دارن. خاله سلطان هم معتبر است. ما مرغی محلی میکشیم چون که مردم ما اکرشکه نمیخرند. شما شهری ها اکرشکه خرید. موی سرم خسته. خیر ملش. البته. خیر چیکار کنیم؟ تو رو به کجا برم نبیره خاله؟ نمیدونم، راننده تو هستی. این طور باشد به بحر می رویم. نزد ساحل میشینیم. میشود. تو مرا از اون کمپیر دیوانه نجات دادی. به هر کجا که روی با تو میروم. رسیدیم. اینجا بسیار زیبا است. بله
در حقیقت زیباست. بیا بشین. چه خیلی هوای تازه. این ساحلی عشق است. ساحل عشق؟ جایی است که عاشقان دو ساحل واخوردند. بسیار زیبا. این حالا هیچ است. حالا دیگر جایها رو ندیده ای. چیکار کنیم؟ اگر خواهی شاید که خوراک میخوریم. میشود. ما بسیار بامزه بود است. بامزه است. تو چرا خندیده ایستاده‌ای؟ هیچ. برای آن میخندم که فکر میکنم با عقلم نمیآید. با عقلم این فکرم راست نمیآید. درباره چی فکر داری؟ ها، وقتی که تو رو در شهر کلان دیدم، در آن حالت وقتی گریه داشتی، راستی درونم آتش گرفت. بعد فهمیدم اون مکتوبی که داشتم با نام تو نوشته شده بوده از فاطمه گل. یک دقیقه. اون مکتوب رو تو آوردی؟ ها، من آوردم. من حتی نمیدونستم که تو آورده بودی. در اصل من هم نمیدونستم که اون مکتوب رو برای کی آورده بودم. برای این میخندم. اول با جای کارت رفتم، از کار تو رو راندن گفتند، بعد سراغه اپات رو دادم، بعد سراغه رو یافته با اپات رفته گپ زدم. بعد همه این تقدیر رو ببین که با تو خوردم. یعنی بودن تو اینجا تماما تصادف است. یعنی این حکمت خداوندی است. این حکمت خدا نیست، این جزای خدا است شاید. نه، حکمت خداست. چو کده؟ مرا فرود کده؟ او کی است؟ او در اینجا حکمت خدا است. همین خیلی نه حکمت؟ عجبا حکمت الله، در این نصف شب تو در اینجا چی کار میکنی؟ ما رو گوش داری ها؟ نه، ماهیگیری اومدم بچه. ماهیگیری اومدی؟ خوش آمدی. بین ها، در اون طرف ماهی به حد زیاد است. من دیدم در اونجا رفتم ماهی دار. ها حکمت؟ این خلکی باشد من از اینجا هوی میخورم. صغیره شوخی بعدش گرفتی ها؟ اینش کی است؟ باز یکون دیوانه دهاتون است؟ ها، در اصل من خودم هم نمیدونم. نامش حکمت است. او رو خوبترش دیوانه نگوین. یعنی او یکی از دوستای کم عقل ما است. سخنی ناخوب گفتن چی لازم؟ خیر، چی رو نقل داشتم؟ استانبول رو. استانبول. وقتی تو رو در استانبول دیدم، بعد از آن در شب تویم دوباره درباری مردم دیدم. درونم رو آتش فرا گرفت. برای همین نکاحت رو رد کردی؟ بله، برای همین. از راستی میگویی؟ میدونی در اصل به تو هم من این رو نمیخواستم. خانگی هایم قرار دادن که خاله سلطان میمیرد و همه زمین و مال و ملکش رو به خود میگیرند
агар моро хонадор кунанд. қумрие охир ӯ қумрист. ман ба ӯ бо муҳаббат нигоҳ накардаам. агар ӯро мегирифтам ба дурӯғ гуфтан маҷбур будам. ӯро фиреб кардан кори бадтар аст. дурӯғ мегӯям магар? не, яъне ба фикрам ту ҳақ ҳастӣ. агар мард занро дӯст дорад, фиребаш намекунад. агар фиреб кунад, ҳеҷ гоҳ дӯст медорам намегӯяд. ва агар зан мардро дӯст надорад, пас набояд ки бо ӯ бошад. бисёр рост гуфтӣ. набираи хола, ниёзии мо яъне мухтор ба Истанбул бармегардед мегӯяд. бале, дигар маро набираи хола нагӯед. ман набираи хола гуфтанамро мегузорам, аммо ту набирааш нестам нагӯ. ихир шӯхӣ накун. ӯ биби ман нест охир. боварӣ дорӣ? аниқ аст. шояд боварӣ дорам. ман аслан ба ин ҷо барои ёфтани ӯ омадам. албатта камтар ҳам аз ғавғои шаҳр гурехтам. чаро аз Истанбул гурехтӣ? ҳамин хел фикр накун. он шаб ту барои он гурехтӣ ки фиребат карданд? дар ин мавзӯъ гап назанем лутфан. о мани деҳотӣ, ту худ аз Истанбул гурехтиву ман бошам бо саволҳоям туро ғамгин кардам. маро бубахш. ҳеҷ гап не. ای بس بودگیستا. جواب ده. به ایش زن میزند. شاید چیزی شده است. در اصل راست گفتی. جواب ده هم کمی آرام شود. من کمی صحبت کنم. ها البته. چی میخوای؟ نگفتم با من زنگ نزن؟ گفتی، اما آخران بار گپ زنم گفتم. خوب گپ زن گوش دارم. گوش کن. کمی پس به سمالیات ششته از اینجا میروم. اما پیش از رفتنم آخران بار میگویم با تو خیانت نکردم. نمیخواهم درباره من فکری بد کنی. من تو رو فکر نمیکنم سفر. راستی وقتی ندارم که درباره تو فکری بد کنم. گل، ما هر دو خیلی خوب میدونیم که ما یکدیگرمان رو فراموش کردن نمیتوانیم. باز تکرار میکنم، من میروم اما بیگناه. رفت آخر. من هم از تو رفتم، هم از شهر و هم از تو خلاص شدم. من چیکار کنم که به من باور کنی؟ هیچ چیز. فاطمه گل، مرا دیوانه نکن. بله درست.
دیوانگی اساسی به توست. میدونی چی کار کن سفر به افریقا رفت، در آنجا تو را یگان پلنگ یا شیر داشته خورد، من بسیار خرسند میشم. در آنجا من کن. چی شو جناب؟ گوش کن، حاضر تو خودت تاکسی یا که اتوبوس یافته به خانه رو. فهمیدی؟ شما به کجا میروید؟ هلال بخیر که ترسیده استم. کامو جون یک دقیقه بی تسک جون لرزیده استم. یگون کس نیست؟ نه نیسته. همه خوبه؟ ها همه خوبه. نیک که جمالم کجایی رفته خالی هم نیومده. بیا برو تسک جون با تریزا پر یک گپی مهم دارم. تو اومدن جمال تموم میکنی. بیا تسک برو. البته بچکولا بشو. ای پایم درد دارد. هیچ دردش نماند. میگذارد. خالای سلطان خوب است به فکرم. اوی ما خوب رود که من طاقتی اون ندارم. آنا پس تو رو تو حجرات میبرم. رفتیم. آیسته از جایتون نجنبید. باز همون تپانچه سیلا. خالای سلطان چیکار کرده ایستاده؟ این منم جمال. نشناختید مگر؟ نشناختم. با خدا از چشمانش معلوم است که نشناخته است. نبیرت رو چی؟ او رو هم نشناختی؟ نه نشناختم. مرا کشتن آمدید؟ کنی گپ زنید. تو با این خیل نگوید خالای سلطان. چی خیل کشتن؟ این چی گپ است که میگوید خالا؟ جمال است برای خدا باز دیوانه شده است. مرا از اینجا بر. زود روید. در اینجا نیستید. حاضر میپرونم. خدا گل. گریختیم. جمال ما رو میکشد. با خدا نپرس من هم ترسیدم. گریختیم. از اینجا میرویم زود شین وگرنه ما رو میکشد. خالا نپرون. زودتر رفته. زود باش ماشه رو های کن. اگر یک باری دیگر شما را بینم به خدا میگویم میپرونم. هلال من گنده فکر کردم. با یک خلاصه اومدم که مطرح میدزدم. چی هم میگوی؟ چی میدزی؟ پدرای ما قهریان هیچ وقت ما اوتر خانه دار نمیکنن. برای می جانی ما از این خشلاق خوی خوردن دارکن. خیلی فکر کردیم که ایجا گریختیم کمال. کجا میریم؟ در کجا زندگی میکنیم؟ چی میخوریم؟ فکر کردی؟ راست شب گفتی می نلو بیش. کنیش نلوبلو. نگه ایجا نمیگریزیم کمال. نه دوستم نمیداری. فکر میگین خطی مگیش نمیمونی؟ ما مرده کیم تنگا کپیکم حساب کردم ای 300 سومون گذاشته. جمال آهسته. ای چی گپشی؟ بچه تفته کنم. قریب مرو میکشتی. بازم با او چونین میشود اما خالای سلطان زن خوب است. خودت خوب هستی؟ خوبم. وای دختر کیه ای؟ نبره خالای سلطان ای. مادر پدر اینجا بیاید. یول قوام آمدم بگید. پای کمی. شین اینجا. یه؟ چی گپه؟ مهمان آمده است. نبیره خالای سلطانه؟ بخشش که شما را در این شبی ناراحت کردم. همه 100%. وای خالای سلطان باز خاطرش رو از دست داده است. برای همین نبیرهش رو به اینجا آوردم. گفتم اگر در اینجا تا صبح ایستد خوب می شود. همین خیلی؟ خیر
майлаш истад ба ҳуҷраи духтарҳо рафта онҷо бо духтарҳо хоб кунад. абу ҳаёти масу Keski bırak da jogat bakayım. Hey. Kiya da uca? Kime bu digar? Gurba bu da gist. Gurba? İxıda jon kumakam ki naqab anmen. İvi. хес ҳилол хес Чӣ гап шуда чат инҷай? замин чапагардон шуд ту ҳоло ҳам хобӣ. хес ҷои хобатро холӣ кун меҳмон хоб кунад. инро гир. یک کردم بچه جمال بچه جانی قش و خش گرفتی ها؟ درم خونش آوردی ها؟ این چی معنی دارد پدر؟ نه همین آوردی 100% کردی بچه جان. ای پدر در سر شما چی فکرها هست ها؟ چیزی بسیاره. ای خاله سلطان او را پراندنی بود میگویم. شوخی؟ من چیکار میکردم؟ او را در آنجا میگذاشتم. ای آوردیش خوب کردی بچه جان رفتیم. پدر 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 آی کمون چی گپ شد؟ چی گپ شد؟ چی داد میزنی ها؟ نبره خاله سلطان از کو جمال رو به خانه شونه بود. چی؟ او دا اونجا چیکار میکند؟ ما یک جو میدونم چیکار میکند. تیره کی فهمیدی؟ با چشمای خودم دیدم پدر. در پیش دروازه خانه شو دیدم که در اومدن. در پیش دروازه شو؟ ها؟ آنجا چیکار میکردی؟ یک انار فوری. باقی جمال شد انار دیدی در اومدم. اینو که درخت انار دیدم که هر چون در اومدن. من میرم پیشی بود. با کجا تو فرم؟ ای پیش جمال میرم چشماشم میکو. ایستا اصابو ما ویرون نکن با یگان جو نمیره. آخی پدره زنب انیسا نوری بریم در خونه محکمش کنیم نمانینش بیرون برویم. تیز بریم. مایلش پدر رفتیم قمری رفتیم. بخدا همیش نورا نمیخورد که قطعی جمال یک جویا بشه. کجا میروی؟ راست میگوید پدرم. ها حسنی کورنمک ها دیوس جوابی هم مشمیتی بیس که من میترسم. ساعت 8 شده است. من هم اگه 5 ساعت خو رفتم. پویم صحت شده است. نخودگی. صبح بخیر. صبح تو هم بخیر. پایم صحت شده است. درد نمیکنه. با تو گفته بودم که بیا اینجا شین من او رو میکشویم. در خونه یگان کس نیست؟ نه پدرم با جلال به نزد گاوها رفتند. مادرم باشد به بازار. خواهرم رو نمیدونم. خواب است به فکرم. پا هم نقص شده است که ها خوب بود. диққат раиси деҳаи гулдара хабар медиҳад холаи султон бо шарофати омадани набирааш дар майдони деҳаамон маъракаи калон карда мехоҳад ки ҳамаро ба он ҷо даъват кунад. боз дер намонед. ин чӣ гап аст? ман дар ҳаётам намеравам. намеравӣ? чӣ хел намеравӣ? маърака барои ту аст охир? бачи ман аз он зан метарсам боз девона нашавад. намеравам. ира бин дар ҷое ки бояд тӯи мо барпо мешуд бода ҳамуҷо
برای چی تقدیر من قپست آیا؟ دخترم راست میگه یوسف، این خیلی نمیشود. میریم. اگر نریم همه در میدان مرغ فقط غیبت کردن میگیرد. میریم. ای دختر تخاله سلطانه در خوراکپزی یاردم میتی. ما هم به این حق داریم. پدر من نمیروم وگرنه قمری در اینجا تنها میماند. تمام میتوانید که روید. معیلش مردک جون. یا خدایا با من کمک کن. الو. ای نیازی، فاطمه گل نمیروه میگوید. با کجا نمیروه میگوید؟ چه خیل با کجا؟ با مرکه آخر. چه خیل او نمیرفته است. این مرکه به خاطر او است. ها من هم این را گفتم. مرا گوش کن. با مو نقشه لازم است. ای قمری بس کن گریه رو، کمی آرام شو. ای اپا جونی برای چی گریه نکنم؟ ای پشتی همون دختر توی ما ویران شد. با برای همون دختر دمو میدانی که باید توی ما میشد مرکه کردن. ایستو من یک نقشه دارم قمری. ما هم در توی او چونی رفتار میکنیم. چه خیلی که او کرد. چه خیلی اپا؟ گفتم که نقشه دارم. هیچ غم مخور، به من باور کن. گوش کن چی کار میکنیم. سلام علیکم. خوش آمدی مختار نیازی. خوش باشید. با شما هم روزی خوب فاطمه گل. به شما هم. من از نزد خاله سلطان آمدم. او از شما عذر میپرسد. دیشب داروهایش رو استعمال نکرده بود، برای همین این خیل رفتار کرده است. خاطرش دیروز رفته بود، امروز باشد آمد، برای همین خواطر بود. میلش، اما من دیگر به آنجا نمیروم. خانم اینقدر واهمه نکنید، پشیمان شده است. آخر هم من در اونجا میشوم چیزی نمیشود. با خدا که گناه است، این خیل نکنید. آخر عمرش رفته است. میلش، آخران بار اون کامپیر رو میبینم. چی؟ آخران بار؟ بله، از آنجا روز به شهر میروم. چی خیل؟ همین روز؟ بله، شکر پایم هم خوب شد. یعنی در اینجا ایستادن من بیهوده است. انا چای جون سفید شد پیچایتم. انا یک دبی نشینم در تایولی چایتم. انا بودو در خوغران جمع زدیم. انا غوشی تپو دل دو دنگی چایتم. انا بودو در خوغران جمع زدیم. خاله سلطان حاضر در میدان است؟ ها در میدان است. ایستید یک بار لباسایم را جمع کنم، بعد همی خیل روز برآمده میرویم. ها باوری داری انیق میروی؟ بله. یک بار دیگر فکر کن. جای فکر نیست، من قرارم را دادم. خیر من لباسم را جمع کنم. ای برادر، با این دختر نگر انیق از این ده رفتنی است. من چی کار کنم؟ بیچاره دختر ترسان شده است. او قبول ندارد که وای زن بیبیش است. او را باور نکنندیم. میگویم که کاش که تو پای او را تبابت نمی کردی. او باز یک هفته دیگر اینجا می ایستاد. اوف نیازی، من تاب شوخی کردن را هیچ ندارم. در حیاتم بار اول با دختر عاشق شدم. او باشد مرا میپرتوید. او از کجا میداند که تو با او عاشق هستی؟ چیکار کنم نیازی؟ چیکار کنم؟ تو را دوست می‌دارم نرو گویم. او همین خیل بگوی. این خیل میشود مگر؟ میشود. یکی اگر او اهمیت نداده از اینجا رود چی؟ ها آن زمان دلت میکفد. قمری را که میگرفتی به این درد گرفتار نمیشدی. این را بینی میخندده؟ تو چه خیل آدم هستی؟ با عشق باور نداری؟ باوری ندارم البته. من به سیاست باوری دارم، به کارهای سیاست. بسم الله الرحمن الرحیم. از پینره بچه ایدر خوبی؟ سلام علیکم. روبات سوز کردی بینیامین؟ من پیرنوش خریدم. نه یکی در همین سوز کردن ماشین یکم که سهم نگذاشت. ایز پس در ماشین یک سوار کنم آقی پدر. بینیامین صدیق یا لیمون چوی دم که جوره؟ چوی نجوشیده یولی. بشیدم چوی ترا نگاه کرده. یک کاسه و بیاره خلا. اول قرضو تا بسپور بعد ای خیل واهی مکنه که تیز بیار. قبی قدر سیم.
خالای سلطان اینا نبیرتون اومد بی نوازید خالای سلطان من باید یک چیز رو به شما بگویم. حالا چی بلایی می شود؟ اکه یوسف دخترتون بهشت غلطی خمری چی شد از خوش را خوب روی چی گفشی یک سیبیستی اپا جان بخی چکو کرد دخترکم چی شد؟ اپای من پدر خواهرم خودش رو کشتنی خواسته است. بینتون چی کار کرده است؟ همه داروها رو خورده است. باوری داری؟ به خدا پدر او مکتوب نوشته است. معده او رو شستن لازم. بله. قور شکاندن گیریم او. تو چی گفتی سایا؟ اما که یوسفی خیلی نمیشه او را بالنیسه بردن در کار. بنیامین ماشین تا بیار. ای بچه نو اوستا برو وردیمش مون یک دم پاس بنیامین خواهرت اینجا مرده ایستاده است. بیزار کردی نمیمونه این ماشینت رو داری. اگر با یگانتی شود من به تو جمال اول لینگوشت رو اویستا یک روی است چشت درست کنید سازمان های کنه تمام بنیامین زود باش اما چه تیز های گذا بجه تیز کن احتیاط کنه یو چپ پس که بخدا های بسه چپ با فکرم که فشارش پس شد بنیامین تیزتر های که این موشی هم گزه هم موتورش یک شش عمیق میره گرزنی بیعقل بین پدر این بنیامین گنده آدمی مرده. جمال او به تو یک مکتوب نوشته است. چی؟ یک مکتوب. ای کو بگو دختری مرا چی بلا زده است بدبخت؟ ها وای اما که یوسف من نمیدونم چی شده است سرشد در کتفی پشمان منم خیر گانا جانی منه مادر جون آب نوشه زیاد میشود برات خوب میشود همش خوب میشود خودت رو خیر به دست گیر مادر جون چی گفت خوشحال چرا مادر جون گیرت آب نوشه خالای سلطان اچا بس که اوی برید برآمد ایدا رفت آب بیار رویش رو شد من با شما خیر خوش کردنی آمدم من میروم به کجا میروی؟ به خانه امان میروم تو در اینجا نمیمونی؟ نه من در اینجا کار داشتم کارم تمام شد اکنون برگشتن لازم نرو فاطمه گل با من بمون به این هم عمری من آنقدر نمانده است گوش کن من از تو سیر نشدم سالها نه فرزندانم را نه نبیره هایم را ندیدم در اینجا کاری یاب دخترم مرا در حسرت نگذار نرو فاطمه گل نرو همراهی من بیمون من باز می آیم خاله سلطان دستتان را دهید بوسم
قمری یه بچه نگاش کنه با دماشی نپرتو. پرتوفتن این در اختیاری من نیست. تنها در بغل منه. انا اینجا پرتو. انت حیوان بوده اینه که من همیز هر رو بازی کردم. بسیار خوب شده نداره ها رو هم پرتو. بگیره دفش کنه فراره تمام جزیز کرد ماشین من جزیز کرد. برو شبای تو زده دیلش شدید. بکش فرارش دفش. بیا دخترم اینجا پرتو. بیا انم جا پرتو. چلیک زده دانه تلک. خواهرم تو خوب هستی؟ دماشین دلم شورید پرتوفتم. جای دیگه نیافتی دماشین پرسید دلم دماشین شورید. بخدا همه را جزیر کردی. تمام همه شکنو گذاشت. گوش کنین مرا. ای همه خوبش بیمارخانه‌اش میبریم. نه پدر داروهای خورده‌اش رو پرتوفت کو. داروها در کجان که من نمیبینم چون. با فکرم حال شده گیان. ما فرق نداره. گفتم بیمارخانه‌اش میبریم. بیا. هم کوتاه بوشو هم جزیرهش میره. شین. توی تا کجا رفتنی؟ با بیمارخانه؟ هیچ جا نمیرای. در اینجا پاش هستی، ما هستم، یزنش هستی. تو باشی هیچ جا نمیرای. گمشه باشی بنیانی رفتیم. تیز کن. نوری بشی. برای گمشه نوری بشی. بخدا میکرد نماشین پرتو یکم ما همه تو دره میپرتون. پس گبزن های کن. تیز کن. وی من نکخسه. دخترم تا خط روزی میرسیم. چی شد؟ هیچ چیز. او پرتوفت. خوب است. اگر پرتوفته باشه خوب نشود. خیر میلش من میروم. از شناسایی با تو شدم. خیر تو خور طرفای ما. در حقیقت این دختر رفت. سفر گل در اینجا چی کار میکنی؟ به افریقا نرفتی؟ افریقای من تو هستی گل. نرفتم. تو بیهوده آمدی سفر چون که همش تمام شد. به شهر رفته ایستاده ها؟ نتوانستی؟ در ده نشد؟ نه بر نمیگردم. نمیروم. جزدانهای در ماشینن گل. دروغ نگو. حالا هم برای زکس مهلت است. بیا به شهر رفته توی میکنیم. سفر من از تو نفرت دارم میدونی. همش تمام شد. نفهمیدی؟ با تو میگویم راحت گذار مرا. کاش که من با تو نمیخوردم. رو اکنون در حیات من دیگر برای تو جای نیست. رو. چی شد؟ یگان چیزت رو فراموش کردی؟ نه من نمیروم. در اینجا میمونم. در گلدره. میبخشید گلدره در همین طرف است. ها همون طرف. چرا شما با گلدره اومده؟ من دکتری دندان هستم. نامم سفر پنجشنبه ایویچ. دندان های مردم این دیه را کندن اومدم.